خیلی خوش اومدی به یکی دیگه از اپیزودهای پادکست ریشه. امیدوارم که این اپیزودهایی که ضبط میکنم واقعا به دلتون بشینه، یه چراغی رو روشن کنه توی ذهنتون. امروز میخوایم راجع به مقایسه صحبت کنیم. یکی از مشکلاتی که خیلی از ماها مخصوصا توی دنیای امروز باش مواجه میشیم بحث مقایسه کردنه. اجداد ما، اونایی که تو غار زندگی میکردن، مجبور بودن که خودشونو مقایسه کنن. مجبور بودن که خودشونو با آدمای مختلف مقایسه کنن و یه ردبندی رو انگار توی ذهنشون از جایگاه آدمای مختلف، اونی که لیدر قبیله بود با اونی که عضوی از قبیله بود و هر کسی یه مسئولیتی داشت. اون موقع ما یاد گرفتیم خودمون رو مقایسه کنیم. این عادت مقایسه کردن توی قبایل مختلف 50 تا 60 نفر بودن. الان با میلیون ها نفر توی سوشال میدیا تو میتونی خودتو مقایسه کنی. هایلایت زندگی بقیه رو با پایین ترین نقطه زندگی خودت مقایسه میکنی و بازم در کمال تعجب میگی که چجوری من احساس خوشحالی نمی کنم، رضایت ندارم از زندگیم، چرا همش دنبال یه چیز بیشتریم، خونه بهتر، ماشین بهتر، پول بیشتر، چرا همش دنبال چیزیم که به من یه چیزی اضافه کنه. در صورتی که داستان مقایسه کردن از ریشه غلطه، چون زندگی هر کسی مثل اثر انگشت منحصر به فرده و قراره تو یه مسیری رو بری که هیچ کسی تا حالا نرفته. مسیر زندگی توه. از این به بعد اگه ذهنت اومد خواست که مقایسه کنه خودشو با بالاتر یا پایین تر، اصلا فرقی نمیکنه. اصلا چیزی که میخوایم امروز راجبش صحبت کنیم اینه که دیدگاه خنثی داشته باشیم، دیدگاه برابر داشته باشیم نسبت به همه آدما. چه اون کسی که رئیسته توی شرکت، چه اون رفتگر محل که داره بسیار آدم شریفی هم هست، زحمت میکشه، هیچ فرقی از لحاظ ارزش انسانی اینا با هم ندارن. و شاید یه خورده کلیشه‌ای باشه این حرف، ولی لازمه که گفته بشه. این داستانی که تو همه آدما رو هم سطح خودت بدونی، نه کسی از کسی بالاتره نه کسی از کسی پایینتره. ذهن مقایسه‌گر زندگی تو میتونه نابود کنه واقعا. تا جایی که من آدمایی رو دیدم که واقعا زندگیشون از لحاظ مالی تأمین بوده ولی همزمان داره تو اینستاگرام خودشو با بقیه مقایسه میکنه طرف. خیلی جالبه نه؟ همه فکر میکنیم خب اگه من پولدارتر بودم، اگه زندگیم فلان جور بود، دیگه خودم مقایسه نمیکنم. تو به هر لولی هم برسی باز یه دستی بالای دست وجود داره. اینو که دیگه نمیتونی حذفش کنی. تو هر کاری هم که انجام بدی یه نفر از تو ماهرتر و بهتر میتونه اون کار انجام بده. پس اصلا دلیلی نداره تو خودتو با اون طرف فقط مقایسه کنی. اون چیزی که توی سوشال میدیا میبینی هایلایت، اون توی واقعیت شاید وجود نداشته باشه یا حداقل اون شکلی که بیان شده نیست. واسه همین اصلا کلا از این بازی مقایسه بیایم بیرون. یه جاهایی هم شاید نیازه که ما سوشال میدیامون رو کمتر کنیم یا حداقل آدمایی که فالو میکنیم و خیلی گزیده تر انتخاب کنیم. حواسمون باشه چه کسایی رو داریم فالو میکنیم. غذایی که میخوایم بخوریم خیلی واسش ارزش قائلیم که نه من هر غذایی نمیخورم، من غذای آتشخال نمیخورم، ولی خیلی جاها ما اجازه میدیم هر محتوایی، هر فیلمی، هر جمله‌ای وارد ذهنمون بشه بدون اینکه اصلا توجه کنیم بابا این داره روی ذهن من یه تأثیری میذاره و تو زندگیم نتیجهش رو میبینم. داستانی که تو مقایسه هست اینه که حرفای ذهن تو راجع به مقایسه خودت با مسیر آدمای دیگه جدی نگیر. رد شو برو، اصلا کلا فکرای از این جنس رو قبول نکن. من قبول نمی کنم که با کس دیگه‌ای بخوام مقایسه بشم. تجربه من از زندگی
یه تجربه منحصر به فرده. هیچ کسی تا حالا از این زاویه، از این دیدگاه من به دنیا نگاه نکرده. دلیل نیست برای مقایسه کردن. بیشتر مشکل ما با مقایسه‌های ذهن خودمونه، نه مقایسه‌ای که چجوری وارد یه جمعی میشه همه ی آدم‌ها رو شروع میکنه آنالیز کردن. نه فلانی بالاتره، فلانی پایین‌تره، فلانی اینجوریه، فلانی اونجوریه. در صورتی که اگه همه ی آدم‌ها رو تو یه لول ببینی و خیلی اصلا به این قضیه کار نداشته باشه که من مقایسه کنم خودم با کسی، خیلی زندگی ساده تر و بهتر و راحت تری داری. انرژی که به آدم ها میدی، اون وایبی که آدم ها ازت میگیرن خیلی فرق میکنه. حالا شاید دنبال تکنیک بگردی توی این اپیزود که مثلا خب تکنیکش چی شد، چجوری مقایسه نکنیم یا یه همچین حرفایی. میتونی از مدیتیشن کردن کمک بگیری. تا وقتی به ذهنت آگاه باشی دیگه هر فکری رو جدی نمیگیری و این مهارتیه که مدیتیشن به تو میده. یه فاصله‌ای به وجود میاره که تو خودتو از فکرات جدا میدونی. هر فکری رو قبول نمی کنی، هر فکری رو جدی نمیگیری. مثل همین افکار مقایسه کردن. من اصلا قبول نمی کنم که بخوام خودم رو با کسی دیگه مقایسه کنم و هر موقع ذهنم میخواد حرف بزنه بذار حرف بزنه. کی اهمیت میده؟ و تو یاد گرفتی اون مهارت رو توی تمرین مدیتیشن. متوجه میشی که الان ذهنم داشت منو مقایسه میکرد با فلانی. اینم از این اپیزود. فقط میخوام خیلی کوتاه نگهش دارم و صرفاً صحبتی بود که دوست داشتم راجع به مقایسه کردم و این ذهنی که همیشه ما رو گیر میندازه، احساس ناکافی بودن بهمون میده، در صورتی که تو همیشه کافی بودی، فقط یادت رفته. مرسی ازتون که تا اینجا هم با من همراه بودی. ازت میخوام توی هر پلتفرمی که داری این پادکست رو گوش میدی، اگر واقعا برات مفید بود یا مطلبی بود که حس کردی برای بقیه هم میتونه مفید باشه، حتما براشون بفرست و نظرتو راجع به اپیزودو برام بنویس. اپیزود بعدی همینجا میبینمتون.